سلام علیکم بیننده‌های عزیز، مونده نباشین. انا شما خواهشمندم که چیز کنیم از کانال حیرت برد امی برنامه نگاه کنیم و لایک کنیم. اونجا یک کلیدک سرخیه او فشار دیم، زنگولگک میاد. زنگولگک کامت میگه درنگ پرنگ میکنه. قرار هرچی برنامه داره قرار که دیگه نگاه کنیم دیگه. خوش آمده شما باشید. 1 کیلو 60 روپیه میشه ماشین. خب 60 روپیه 60 روپیه 200 دو تا سدی 60 140 روپیه دیگه چند میمونه؟ ای با من دیگه میدم بیبی بابایی به 140 روپیه دیگه نمیدن که ما برم دیگه بخرم بخون ماشین بفروشم. چه کار میکنی گلو؟ چرا خوشحالی برو؟ شکر. چه کار میکنی؟ با پولا به دستتونه اینا رو عده دادم، گفتم برو چیز کن، من برو بخور دیگه هم بخرم، کم 1 کیلو ماشین هم بخرم. تو ماشین فروشی کنی؟ ماشین میفروشم تا محلا تعریسی ها میرم اناله میفروشم، میگم 1 کیلو 10 روپیه میمونه. نه نمایی که کارو بکنی، من خودی همون محله رو برو گپ زدم. همونجا برو چوکیداری کن. چه کار کنم؟ چوکیداری. چرا میخندی؟ به قیافه به چوکی میکنه که من بشینم. چرا تو چه کار شده که تو نمیتونی چوکی داری؟ بابا من سواد نه تو با چوکی بشینی. برو دم سرا همونجا مکمل پیرداری که همین چوکی داری خونار بکنه. آها همینایی که میگن آفرین. یک دیش بلاغ هم خوبستونه صوتی هم بست قراره کردی جمپرک فکر با برف کنه که خونک هم نخوره از بعد هوا خونک قراره کردی برو همونجا چوکی داری کن. دو طرفه 100 سرا 60 به تو میدم برج 6000 روپیه میشه دیگه. تو میشه بیشتر چیکار کنی دیگه؟ 6000 روپیه؟ دیگه کم پول 6000. نه ساله نه برج. یعنی برج چند روزه؟ نمیفهمی تو هم نه 30 روز دیگه. 30 روز 30 تا 10 چند میشه؟ بابا تو به 30 تا 10 چی که تو 100 تا سرای دو طرفه سرا 60 روپیه به تو میدم دیگه. 6000 روپیه میشه. کدوم دست بیبی؟ اونا رو به دست بیبی که بیبی خوستندی. بابا خودش تنبکو بخره. یعنی 100 تا سر با فهمیدم یک روز تیر میشدم تا معلم مرتبه میگم باز مغلق میزد انا با چیز میکرد انا صوتی داشته کلوکش داشته. دیگه تو هم فقط یک جمپر کتی کلونه بخوبستونه. خوبه پولا رو بیبی خونه ده. برو جمپر بخور. یک جمپر کلونه فکس بخوبستون که هوا خونو که سوتگا که بخوبستو قراره. کلا من خونو که کلاکش فکس هم صاف. خوبه. بفهمیدی؟ دل جام دیگه رادی ماشین گله کنه. الله خیر بنه بلالا. برج با برج بلا خود جمع کنی. برج دیگه 100 تا سرای دو طرفه سرا 60 روپیه بده 6000 روپیه میشه. بیلا یک فرقون کلداری میشه. خوبه. دل جام باشم من. هنه. کی برم؟ میایم برات میام برات تو. خب ری میکنم میام برات. سیه. خدا حافظ من رفتم دیگه. خوش پسر کجا میری؟ نه من میرم که نفر دم در مطاره. خب پس با پس میام مثلا. خیر بینی انا میرم بیبی ان سفید بخورم میرم میگم. خیر بینی. میبینی میگه بوکس منال عقله. خب برار من عقل دارم، من عقل دارم مثلا. خب من میفهم انا رو چه که گردنم بند باشه که خفتنا به در سرا تک تک کنم. چای میدم، چای کشمش میدم، کلوچه میدم. درسته ما گداگودولی مردم داره خونه خموزن کلوچه و چیز داره. گردنم بند باشه گوشیلند همی گوشیلند که پخته کنم تا به ساعت نپیش اینا میمونه. یک پشباق برای اینجا گوشیلند میگم بابا بدین گرا که دیگه شیر اینجا بخورم گرمم میشم که رخ خورم میبونم. گرا که رخ کردم میگم که رخ تو بخونک بگم میمی بطلق میمی بطلق. بله کی نی تو؟
اینجا چه کردی تو دیونه؟ بابا ما دستم این گدا بخول به رو خورفتیم ما دیگه در سرالوانه میکنم خدا بده برو کاکا جو بیا پی که کار دارو بیا بله بیا که کار با تو پس بده بگو چی میایی؟ بیا تو پی اتونجا نمیشه بعد بیا پی خیرات نمیایی؟ ای بابا خیرات چی بیا بده میشنزی بگی جون سلام علیکم و علیکم اشتمی خیریته خوبی خیلی جونجوره چه کار هستی اینجا باشه بابا ما دست می گدا پاکستانی هم بخول دیگه به امان اومده مردم همی اکثره تک فکر میکنن که بیا خیراته بده ما میگن خاله جون نداریم مثلا ما نداریم وراد دیگه پاری علف دولا به کرامت گفتم بیا که کار با تو بس چی؟ دولا به کرامت گفتم بیا که کار بس با تو اشته کاریه کار چوکی کردی خودی پیار چوکی کردی سامو خوبه باشه به بیبی خوب بگم بگو تو تستی بیبی ما دیگه میرم ما هم مثلا کار خود مقرر شد میرم درسته؟ میرم که مقرر شدم بله بله چوکی داری گفتم ها؟ با خوش دارم من بیشتر گردنه بند باشه میترسم نصف شک شده بیشتر بیشتر برو تشکر بگم گردن بیشتر همین هست دیگه دل به تو میسیزنه که گردن همه بند باشه با تو یک گوتک بجیره که تو با برج اغرب چاری وقت رو بگفتی میاو بیشتر تو بابا من کی گفته بیدم کار غریبی وار افتاده که تو بیای من اینجا با من چوکیدار میشی اسم شو شده داره سر صدا مردم گم میشه اینجا با خود میترسم خب تو بخوره دلبندم گرد گیجی باش که من میترسم خونه شو دور گردن تو بند باشی خوشی تو دل جمعی دیگه نون چیز نداری دیگه خمخور نداری مثلا خرج زیتی نداری مثلا چوچی پیشدار نی که به تو بگم چشی نون بیار مچم شغلم بیار مچم پیاز کچلو بیارد بیغم دنیا تو اینه بگذار که خرج خونه بگردن ما باشه اینجا ما بدبخت باشم تا شم میمیم تطلق میمیم نصف شده اشته گربه سیاه بابا جنگی ده بابا برو که میزنم تو های مرد طور بگیره به من کی گفته بیدن خدا طول بخیر خوشی ده و درک کنم خوشو به من میگی تو به یک نونی نمیارزی به من خوشو میگه تو به یک نونی نمیارزی خب من گناه دارم که من میگه مردم حال همه خوب شدم چند روز من اینجا میدم رو یک لقمه نون خشک به من نمیدم
روشنایی باشه خوبه. اما لامپ همه در سراغ خودم نشونم. که رخل نشی که گردنم بند باشه خوب. همین گوتا که سرتکونه کردم همون زرتور بزنم که تو زمستون دیگه سالمگار یک سره بگیم بیم تک تلک خیلی نشون بترسومه ببین بشین نگاه خورتکیه دم تو بر نخجیزی می نگاه بشین تو از زور مایم ترکو مایم الی با میترسوم هم میگم مثلا همین ما پرلش گردن و من دالک بدیم نمیام دالک ریپی سرای 25 ریپی به من میدم دست آخه جمع کنم هفتی 2.5 ساعت میشه کل گناه بزید سرمی خسور بدبخت منه یه دیجا هم به پیش خوشومه قرار که دیگه خور را پوف میزنه خواه بگذار که دماد اینجا به خوب را داره که دارم چوکی داشته احتیاط میکنم مردم صدا اینا کم شد سر بگذارم اینجا برای که دیگه بخل میگه بابا خوندن چی که تو یک گربه چیزی کش کنه ببره سبک به گربه های تواری نیه چوکیداری میکنه نام خدا خوه خورست خوه خاکت خوشی چوکیداری که وای ما آخر میگم به هفته چند ما به زیایی میدیم آخیر منو ساعت 11:30 شب خوف شو چه خورست میدونه گلو خیلی بینه ما از تو روی دین خیلی زحمت میکشید از وقت کار میدم تو 15,000 ماه بدهی همیدی خیلی شو خیلی شو عادی عادی شو عادی عادی اما
بعدی اومو گردن و من باشه گشنگی زوف کردم بعدی اومو اینه من چوکی دارم کو بابا جون بیتر خونی مانیه کشته چکی نمیشه من خوبه خیلی خیلی حتیه چون کرک انه گردنم ببند باشه کرک من کرک من خود گوتک چی شد؟ میمیم تتلا میمیم تتلا میمیم کرک هوشیارک کجای کرک میمیم تتلا گردنم بند باشین یه گربه بخورده بود خودی قفص شوربو خورده همون گربه دیشب خودم سفتکی هم بودن که بور بزدم بیله فازی کرک من تو سیکی رسکه همه جمع میکنم بابا صحبت هم بو شده من که نوکر از اینا نیم چوب هم ندارم من یک گرگ سگی شغال یک دم خور مندازم من 300 چوکه میکنه وقت به خاطر هفته 500 به من میدم صبح شده میرم دیگه چوب هم ندارم از دروغ چی بسته کن کم کار کردم برای اینا